بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته گناه بزرگی که امروز و در این قسمت در موردش صحبت میکنیم واقعا گناه بزرگی است، خیلی 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 خطرناک است. امیدوار هستم که تا پایان این قسمت با من باشید و دقت فراوان خرج دهید، چون این موضوع خیلی مهم و خیلی حساس هست. موضوع این قسمت ما هست نافرمانی والدین. هر یک از ما و شما والدین داریم و میشناسیم که والدین کی هستند و چی هستند. کسانی که اگر نمیفهمند که پدر و مادر چه حق و حقوقی داره بر آنها، البته وقتی که خودشان صاحب فرزند شوند و ببینن که چه تکلیفی را در مقابل این فرزندشان تحمل میکنن، اگر عقل سالم داشته باشند حتما به یادشان خواهد آمد که پدر و مادرش او را با همین مشقت و با همین تکالیف و یا بیشتر از این را تربیت کردن و این را بزرگ کردن. چون فعلا خیلی چیزها راحت تر می شود، زندگی آسان تر می شود با وسایل امروزی. یعنی چند سال قبل وقتی که ما فکر میکنیم والدین ما با چه مشقت ها، با چه مشکلات ما را بزرگ کردن، ما را تربیت کردن. الله متعال میفرماید، این آیت را با هم میخوانیم. الله متعال میفرماید و قضى ربک الا تعبدوا الا ایه. پروردگار تو فیصله کرده و حکم کرده است که بجز او هیچ کسی را عبادت نکنید. خب بعدش و بالوالدین احسانا، این را هم پروردگار تو فیصله کرده و قضاوت کرده و این حکم را صادر کرده است که و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرتان نیکی بکنید. حالا اگر ما هیچ چیز دیگر را نبینیم، فقط همین را ببینیم که الله متعال کائنات را، انسان و جن را، کائنات را به خاطر انسان و جن خصوصا بر انسان ها پیدا کرده. این شمس و آفتاب و مهتاب و زمین و آسمان همه از این مسخر است برای ما انسان ها و ما را به خاطر عبادت و بندگی خود آفریده است. درست است؟ پس هدف از خلقت کائنات پرستش و عبادت الله متعال است. پس عبادت الله چقدر مهم است؟ چون هدف از خلقت همین عبادت هست، اهمیتش از همینجا معلوم می شود. خب در کنار عبادت خود الله متعال احسان، نیکی به پدر و مادر را ذکر می کند. از این انسان فکر بکند که حق پدر و مادر چقدر بزرگ هست که الله متعال او را همراه با عبادت خود یک جا ذکر می کند. در ادامه الله متعال می فرماید که اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اگر برسند به سن بزرگسالی یکی از پدر و مادرتان یا هر دویشان، یکشان یا هر دویشان به سن بزرگسالی رسیدن، وقتی آنها بزرگسال می شوند که اولاد عین جوانی و نوجوانیش است، فلا تقل لهما اف، ای فرزند، ای اولاد، ای پسر، ای دختر، برای پدر و مادرت اف نگو. اف یعنی اندکترین، کوچکترین اذیتی که در ذهن ما بیایه، کوچکترین اذیتی که ما فکر بکنیم یک کسی را اگر بخوایم اذیت بکنیم، اندکترین اذیت، کوچکترین اذیت چی است؟ امو را اف میگن. با آنها اف نگویید. ولا تنهرهما، هیچ وقت بالای آنها صدای خود را بلند نکنید، با صدای سخت، با لحن شدید با آنها صحبت نکنید. و قل لهما قولا کریما، هر وقتی که با آنها
صحبت میکنید بسیار معزز، با احترام و مکرم، قول معزز و قول خوب، سخن خوب و سخن با احترام با آنها بگویید. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، و با مهربانی و انکساری برای آنها احترام بگذارید. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، همیشه این دعا را داشته باشید که ای پروردگار من، بر پدر و مادر من رحم نما، همان گونه‌ای که آنها من را در خردی تربیت کردن و بزرگ کردن. الله متعال در جای دیگه قرآن در سوره لقمان میفرماید که انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. ای انسان، تو دو وظیفه داری در دنیا، یکی تشکری من الله را بکن، انشکر لی، تشکری من را بکن که من خالق تو هستم، رازق تو هستم، تو را پیدا کردیم، پس وقتی که میمیری به سوی ما برمیگردی، یکی تشکری مرا انجام بده، و دوم ولی والدیک، تشکری پدر و مادرت را انجام بده. تشکری پدر و مادر چی است؟ با خدمتگزاری آنها، با نیکی با آنها و عدم اذیت آنها، که آنها را تکلیف ندهیم، اذیت نکنیم. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید که الله متعال در قرآن کریم در 3 آیت 3 چیز را با هم جمع کرده. در 3 آیت 3 چیز را با هم جمع کرده. 3 چیز را با هم جمع کرده و یکی از اینها بدون دیگرش پذیرفته نمی شود. اولش اطیع الله و اطیع الرسول. در آیات زیادی از قرآن ما میبینیم که الله متعال میفرماید که اطیع الله و اطیع الرسول، از الله اطاعت بکنید، از پیامبر اطاعت بکنید. حالا اگر کسی بیاید بگوید که خب من از الله اطاعت میکنم و پیامبر کار ندارم، این اطاعت او پذیرفته نمی شود. او دروغ میگوید، او اطاعت الله را نکرده، چون الله میگه که اطاعت مرا بکن، اطاعت پیامبرم را بکن. و چیز دومی که در چندین آیت قرآن جمع شده و بدون هم پذیرفته نمیشوند، عبدالله بن عباس میگوید که نماز و زکات است. در آیات زیاده الله متعال میفرماید که واقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، با صیغه های مختلف زکات و نماز را با هم جمع میکند. عبدالله بن عباس میگوید که اگر کسی نماز بخواند و زکات ندهد، این نماز او پذیرفته نمیشود، و کسی که زکات بدهد و نماز نخواند، این نماز او پذیرفته نمیشود. چیزی سومی که الله متعال در آیت قرآنی جمع کرده و آن دو چیز هر دو همزمان مطلوب هست که یکی بدون دیگر پذیرفته نمی شود، همین آیتی است که قبلا خواندیم، انشکر لی ولی والدیک. الله شکر خود را با شکر والدین جمع می کنه که ای انسان، تو شکر مرا بجا بیار و شکر پدر و مادرت را. اگر ما شکر پدر و مادرمان را بجا آوردیم، از الله را نیاوردیم، این پذیرفتنی نیست، پذیرفته نمی شود. اگر ما شکر الله را بجا بیاریم و شکر پدر و مادر خود را فراموش کنیم، این تشکری را الله نمیپذیرد. اهمیت خدمت والدین یا خدمتگزاری به والدین را ما از چندین حدیث میفهمیم و میدانیم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک غزوه میرفتن، آمادگی داشتن که به این غزوه بروند. مردی آمد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه خواست، گفت به من اجازه بدید ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با لشکر شما به جهاد بروم، در غزوه اشتراک بکنم. شما خودتون تصور بکنید که در آن زمان در تمامی غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عموما تعداد مشرکین، تعداد کفار چند برابر مسلمانان بود. اگر مسلمانان 300 میشد، آنها 1000 بودند. اگر مسلمانان 1000 می بودند، آنها 10000 می بودند، 5000 می بودند، 3000 می بودند. اگر مسلمانان 3000 می بودند، آنها 15000 می بودند. این گونه در تمامی غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعداد مشرکین، تعداد کفار
بیشتر از مسلمان ها بود. خب در این حالت، در همچو حالت، لشکر اسلام به نیرو نیاز دارد، به ارتش نیاز دارد، به عسکر نیاز دارد، به جوانان و مردان نیاز دارد که در این لشکر سهم شوند. مردی می آید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان می کند که اجازه بده در این غزوه با شما شریک شوم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می گویند که احی والدک، آیا پدر و مادرت زنده است؟ آیا پدر و مادرت در قید حیات هستند؟ آن جوان میگوید که بله، بله ای پیامبر خدا، پدر و مادرم زنده و در قید حیات هستند، در خانه هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ففیهما فجاهد، برو در باره آنها کوشش بکن. جهاد تو همین است که به آنها رسیدگی بکنی، خدمت آنها را بکنی. الله اکبر، این چه جهادی است که لشکر اسلام به نفر نیاز دارد، به عسکر نیاز دارد، به جوانان و مردان نیاز دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این جوان را واپس می کند که برو، تو جهاد تو در خانه است، برو خدمت پدر و مادرت را بکن. یعنی خدمت پدر و مادر در اینجا مهمتر و افضلتر از جهاد با کی؟ با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. از جهاد در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بهتر خوانده شده است. پس همانگونه‌ای که خدمت والدین خیلی مهم هست، خدمتگزاری آنها خیلی مهم هست، نافرمانیشان به همان انداز گناه بزرگی است. اذیت کردنشان قابل تصور نیست، چون وقتی قرآن میگه ولا تقل لهما اف، پیش اونها اوف هم نگو. یکان وقت ما خسته میشیم، ناراحت میشیم، پیش پدر و مادر اوف نگو که او خسته و ناراحت میشوه. اندکترین اذیت را خداوند اجازه نمیده که در مقابل پدر و مادر انسان انجام بدهد. اما کسی که نافرمانی پدر و مادر را بکند، آنها را اذیت بکند، آزار بدهد، در وقتی که آنها به ای محتاج هستند، به خدمت ای نیاز دارند و ای از خدمت آنها فرار بکند، این دیگه بزرگترین گناه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الا انبئکم باکبر الکبائر. ما در مورد گناهان بزرگ صحبت میکنیم، نه؟ اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که آیا من شما را در مورد بزرگترین گناهان بزرگ، گناه بزرگ نی، بزرگترین، اکبر الکبائر، بزرگترین گناهان بزرگ خبر ندهم؟ صحابه گفتند که بله یا رسول الله، بله ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خبر دهید بزرگترین گناهان کبیره چی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الاشراک بالله، شرک به الله. درست؟ ما قبلا هم بارها صحبت کردیم که شرک یگانه گناهی است که بدون توبه، بدون رجوع الله متعال هرگز نمی بخشد. اگر کسی توبه بکند در حالت حیات و زندگیش قبل از مرگ، اگر کسی توبه بکند از شرکش، توبهش پذیرفته می شود. اما کسی اگر بدون توبه از دنیا می رود در حالت شرک، انسان برای همیشه در جهنم می ماند. خب گناه شرک گناه بزرگی است. بعدش و عقوق الوالدین، در ردیف شرک، در پهلوی شرک بزرگترین گناهان بزرگ نافرمانی پدر و مادر است. نافرمانی پدر و مادر را الله متعال در پهلوی شرک ذکر میکنه، همان گونه‌ای که اطاعت و فرمانبرداری و نیکی با آنها را در کنار توحید و عبادت ذکر کرده بود. احسان به پدر و مادر را در ردیف عبادت ذکر میکنه برای ما و شرک را در پهلوی نافرمانی پدر و مادر قرار میده. اینها با هم نزدیکند، اینها خیلی بزرگند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری میفرمایند که لا يدخل الجنة عاق، کسی که نافرمانی والدین خود را می کند او به جنت داخل نمی شود. و در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نفرین میفرستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که لعن الله من سب اباه، خداوند نفرین کند، لعنت کند کسی را که پدرش را دشنام میدهد. لعن الله من سب امه، خداوند نفرین و لعنت کند کسی را که مادرش را دشنام میدهد. این نصوص، این احادیث چقدر تکان دهنده هستند. نافرمانی پدر و مادر خیلی بزرگ است، اذیت آنها خیلی بزرگ است. این که دشنام دادن دیگه، باید کسی که پدر و مادرش را دشنام میدهد مورد لعن و نفرین الله متعال قرار بگیرد. از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما پرسان شد که در قرآن اصحاب اعراف می آید. این اصحاب اعراف چی است؟ ما آیات قرآنی داریم که الله متعال می فرماید که در روز قیامت جنتی ها به جنت می روند، بهشتیان به بهشت می روند، جهنمیان به جهنم. یک تعداد مردم در اعراف قرار می گیرند. می گویند که اعراف یک جایی است در وسط جنت و جهنم، در وسط بهشت و دوزخ. اینجا یک تعداد از مردمان روی این مقام قرار می گیرند که نه جنت می روند و نه جهنم. از عبدالله ابن عباس پرسان می شود که این اصحاب اعراف، کسانی که در وسط جنت و جهنم، در وسط بهشت و دوزخ در روز قیامت قرار می گیرند، چی کسانی هستند؟ عبدالله ابن عباس گفت که اعراف نام کوهی است، نام تپه‌ای است که در وسط جنت و در وسط جهنم قرار گرفته. اما صاحبان اعراف، کسانی که در اینجا قرار میگیرند، روایات متعددی است، انواعی از مردمان را ذکر می شود که در اینجا قرار میگیرند. اما عبدالله ابن عباس در این روایت میگوید که بر اعراف مردان قرار میگیرند که در جهاد شریک شدن و شهید شدن. در جهاد شریک شدن و در میدان معرکه در مقابل کفار کشته شدن، یعنی شهید شدن. اینها در اعراف قرار میگیرند. چرا؟ شهید میدان جهاد، میدان معرکه چطور در اعراف قرار میگیره؟ این چطور شهدایی است که در اعراف قرار میگیرند؟ عبدالله ابن عباس میگوید که اینها شهیدانی هستند که بدون اجازه پدر، بدون اجازه مادر به جهاد رفتند. الله اکبر. شهادتشان مانع این می شود که اینها به جهنم نروند، چون شهید هستند. شهید چطور به جهنم می رود؟ شهادتشان مانع این شده است که اینها به جهنم نروند. خب به بهشت چرا نمی روند؟ چون اینها نافرمانی پدر را کردند، بدون اجازه پدر و مادر به جهاد رفتند. نافرمانی پدرشان مانع این شده است که اینها به بهشت بروند. اینها تا یک زمان در همین اعراف باقی میمانند تا اینکه الله متعال فیصله میکند و سپس البته در اخیر اصحاب اعراف به بهشت میروند. اما تا یک زمان اینها در وسط بهشت و جهنم میمانند. شهادت مانع می شود که اینها به جهنم بروند. عدم اذن و اجازه گرفتن از پدر و مادر، بدون اجازه پدر، بدون رضایت پدر و مادر به جهاد رفته است، او مانع می شود که اینها به بهشت بروند. در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث معروفی است. مردی آمد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کرد که یا رسول الله، من احق الناس بصحبتی. ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از میان مردمان کی حقدارترینی
نیکی من هستند. من با کی صحبت خوب، نیکی خوب، رویه خوب با کی داشته باشم؟ حقدارترین مردمانی که با او نیکی داشته باشم کی است؟ خب مسلمان باید با هر کس نیکی داشته باشه، رویه خوب داشته باشه. اینجا سوال صحابی این نیست، سوالش مخصوص است که بهترین کسی که خب درجه بندی اگر ما بکنیم رویه خوب، اول با کی، باز با کی، باز با کی. گفت حقدارترین مردمان به صحبت من و نیکی من و رویه خوب من کی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که امک، مادرت. این مرد باز پرسان کرد که بسیار خوب، بعد از مادر؟ ثم من، بعد از مادرم کی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امک، مادرت. مرد باز پرسان کرد، گفت ثم من، بعد از مادرم باز کی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای بار سوم فرمودند امک، مادرت. سپس این مرد بار چهارم پرسان کرد که ثم من، بعد از او کی هست؟ اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ابوک، پدرت. محدثین میگویند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 3 بار اینجا نام مادر را میگیرد و در بار چهارم نام پدر را میگیرد، یعنی مادر 3 برابر پدر بر ما حق دارد. چرا؟ چون او 3 برابر پدر تکلیف میکشد، چون او 3 برابر پدر زحمت میکشد. حمل وقتی که در شکمش هستیم 9 ماه و چند روزی تکلیف میکشد. وضع حمل، وقت زایمان که خداوند مغفرت بکند مادرانی را که در حالت زایمان از دنیا رفتند، از دنیا میروند. این حالت خطرناکی است. مادر با زندگی و موت خود روبرو می شود. اینجا از دهانه مرگ در حالت زایمان فرزند مادران برمیگردند. این مشقت زایمان را مادر تحمل می کند و سپس شب بیداری هایی که بعد از ولادت مادر همراه این طفل می کند، شبهایی را که با این طفل مادر صبح می کند. عموما پدرها خواب می باشند، مادران تا 2 سال تا 2 سالی که شیر می دهند، بعد از او تا وقتی که طفل هوشیار می شود خود می شناسه، اکثر این مشقت و این تکالیف را مادر متحمل می شود، مادر متقبل می شود. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حق مادر را 3 برابر پدر می خواند. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما در حالت طواف هستند. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما در اطراف بیت الله در حالت طواف هستند. میبینند مردی را که مادرش را روی شانه هایش سوار کرده. مردی مادرش را روی شانه هایش گذاشته و در هنگام طواف هست، در حال طواف هست. مادرش را پشت کرده، روی شانه هایش گذاشته و در اطراف بیت الله طواف می کند. این مرد را وقتی عبدالله ابن عمر می بیند، این مرد به عبدالله ابن عمر می گوید که ای صحابی رسول الله، آیا من حق مادرم را ادا کردم؟ آیا من حق مادرم را ادا کردم که او را روی شانه هایم گذاشتم، به حج آوردم و فعلا در هنگام طواف هستم؟ عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید که لا، نه به خدا، نه، تو یک نیکی او را تو هنوز بر نگردانده ای. اینکه تو را پشت میکنی و طواف میتی چقدر وقت میگیره؟ تو یک نیکی، یک مشقتی را که او به خاطر تو تحمل کرده، یک تکلیفی را که او به خاطر تو متحمل و متقبل شده، تو یک نیکی او را برگردانده نتوانستی. ولکن قد احسنت، اما این کار خوبی کردی تو. خداوند در بدل این عمل کمی تو را پاداش بزرگی نصیب کند. اما حق پدر و مادر با این چیزها ادا نمی شود.
پدر و مادر از انسان چیزهای زیادی هم نمیخواهند. این کار خیلی مشکل هم نیست که کسی نتواند. فقط انسان این را تصور بکند، طفل را ببیند که چگونه مادرش اگر خودش طفل داره او را ببیند، اگر خودش نداره از یکی همسایه را ببیند که پدر و مادر این طفل چقدر اذیت میکشند به خاطر او. باز برایش آسان میشود نیکی به پدر و مادر. پدر و مادر وقتی که ما خرد هستیم، طفل هستیم، تمام تکلیف ما را برداشت میکنند. ما اگر کمک مریض شویم، یک جای ما درد بکند، شب را تا صبح این مادر ما را روی دستاش گرفته به بیداری سپری میکند، ما را شستشو میدهد، از نجاسات پاک میکند. همه این زحمت ها را به خاطر ما میکشد و در سرش یک چیز دیگه هم دار میخوره. همراه این مشقتی که تحمل میکنه و این مشقتی را که برداشت میکنه، همیشه دعا میکنه یا الله این طفل من را صحیح و سالم بزرگ بکن. این دعا را همیشه در سرش است. اگر مسلمان باشد چنین دعایی میکند، اگر کافر هم باشد در سرش این تصور خطور میکند که این طفل من باید بزرگ شود. من تمام مشقت ها را به خاطر این طفلم قبول میکنم، اما این صحیح و سالم روزی بزرگ شود. اما وقتی که این طفل بزرگ می شود و جوان می شود، حالا پدر و مادر دارن به سوی کهولیت می روند که او هم نوعی از طفولیت است. بزرگسال می شوند. وقتی می رسد که دستایشان کار نمی ده، وقتی می رسد که پایشان از کار می افته، وقتی می رسد که عقلشان دیگه کار نمیته، او مثل طفلی می شود. دقیقا همون طفلی که ما چند وقت قبل ما بودیم. اینجا اکثر الا ماشاءالله اکثر فرزندا البته از خدمت فرار میکنن. اینها نافرمان های پدر و مادر میشوند و یک تعدادی هم که خداوند توفیق اندک داده و میخوان که به پدر و مادرش خدمت بکنن، خدمت میکنن، شستشو میتن، برای راحتی و تلاش میکنن که راحت شود. اگر مریض شون او را به دکتر میبرن، برای او دارو و دوا میگیرند، علاج میکنن. خب کمی زحمت میکشن، اما در سرشان چی میگذرد میدانید؟ بله، اکثرشان الا ماشاءالله، یگان تا من نمیفهم کسی اینطور باشه، اکثرشان وقتی که پدر و مادر به اون حالت میرسه کمی خدمت میکنن و همیشه از خدا دعا میکنن که یا الله این را بخیر پیش خودت طلب بکن. فرق رو میبینید چقدر است؟ ما روزی همین قسم به اون نیاز داشتیم، او همان مشقت و همون تکلیف ها را بیشتر از این تکلیفی که حال ما میکشیم او در مقابل ما قبول میکردن و دعا میکردن که ما صحیح سالم بزرگ شویم. اما حالا ما اندکترین مشکل به خاطر اونا انجام میتیم یا متقبل میشویم، دعا میکنیم که خدایا بخیر پیش خودت طلب بکن. این فرق است بین حق پدر و حق والدین و حق فرزند. روایت های زیاده در مورد نافرمانی والدین هست. بعد از این که الله متعال گفت پیش اونها اوف نگویید، دیگه هیچ راهی نیست. پس کسانی که میخواهند که اولاد نیک شوند، اولاد نیک شوند، ولد صالح، فرزند نیک، فرزند نیک شده یعنی عاق نیستی دیگه، نافرمان پدر نافرمان مادر نیستی. نیک شدن خیلی آسان است. اکثر پدرها، اکثر مطلق پدرها از ما نمیخواد که ما برش پول بدهیم، برش جایداد جمع بکنیم، برش خانه بسازیم، برش موتر بخریم. نه، اکثریت مطلق پدرها و مادرها از این چیزها امیدشان قطع می شود. فقط از ما میخوان که ما صالح باشیم، ما نیک باشیم، باعث سرفگندگی آنها نشویم. هر کسی که میخواهد که صالح شود، فرزند صالح شود، حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که وقتی که انسان از دنیا میرود 3 چیز از اعمال او در دنیا باقی میماند، باقی همه چیز منقطع میشود و میرود. از جمله آن 3 چیز
یک چیزی که باقی میماند ولد صالح است، اولاد صالح. اولاد صالح را در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعریف میکند اولادی است که برای پدر و مادرش دعای خیر میکند. این اندکترین و کوچکترین خدمتی است که باید هر پسر، باید هر فرزند، باید هر دختر در قبال پدر و مادرش داشته باشد. از دعای خیر هیچگاه والدینتان را فراموش نکنید. اگر میخواهید که شما هم در زمره اولاد صالح شمار بروید. اگر ما دعای خیری برای والدین خود میکنیم، این به این معناست که ما اولاد صالح هستیم. الله متعال همه ما و شما را، کسانی که پدر و مادرشان در قید حیات هستند، زنده هستند، با آنها نیکی بکنن، خدمت آنها را بکنن، رضایت آنها را به دست بیارن. رضایت آنها خیلی آسان است. ما با خیلی آسانی میتونیم که رضایت آنها را به دست بیاریم و تا وقتی که در حقشان ظلم بسیار بزرگی نکنیم از ما ناراحت نمیشوند. راضی کردن پدر و مادر خیلی آسان است. خدمتشان را بکنیم، با آنها نیکی بکنیم و در حقشان دعا بکنیم. و کسانی که پدر و مادرشان از این دنیا رفته، الله مغفرت بکنه. هیچ وقت از دعای خیر پدر و مادرتان را فراموش نکنید. در حقشان صدقه و خیرات داشته باشید. اگر حج نکرده بودن و فعلا شما توانمندی دارید، از طرف آنها حج بکنید. اگر توانمندی دارید، از طرف آنها عمره بکنید. البته حج و عمره در صورتی می شود که پدر و مادر وفات شده باشند. باقی دعا که هر کدام ما شما میتونیم، دعا را فراموش نکنید. دعای نیک برای والدین ما و شما را اولاد صالح و نیک میگرداند. اما نافرمانی والدین گناهی است که تقریبا در ردیف شرک در آیات و احادیث ذکر شده. الله همه ما شما را توفیق بدهد که خدمت والدین را بکنیم و خود را اولاد صالح بگردانیم و از این گناه بزرگی که گناه نافرمانی والدین است از اجتناب و دوری بکنیم. تا قسمت بعدی، تا گناه بزرگ دیگری، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله